In the southwestern district of Kobodion in Tajikistan, most of the population speaks Uzbek. Many students learn the Tajik language for the first time when they begin primary school. For many students, the transition to school in a new language is not easy. 5 سال پیش در مؤسسه ما تعلیمات زبان ازبکی بود. چونکه اهالی همشون ازبک هستند. حاضر مکتب به زبان تاجیکی گذاشته است. مشکلات اساسی خوانندگان ما این کمچین بودن کتاب‌های بدیعی و زبان تاجیکی بود. The USAID Read With Me project collaborates with the Ministry of Education and Science in Tajikistan to create engaging, age-appropriate books in Tajik and distributes these books to schools. USAID donated 201 books to school number 32 in Kobodion. اینمو یکم سال رفتن دارن که من کتاب داشتن دارم از طرف شرکت یوساید و لایحه همراه بخوانی کتاب آوردگی روز به روز بچه‌ها بسیار خواندن داره و شوق ذوق هم بسیار شدن داره. با شما تشکر میکنیم. با شما طلب میکنیم که اینمی کتابا بسیار در باز بسیارتر بیاره. از بچه‌ها هم خوش دارن که از زبان انگلیسی و زبان روسی کتابا بسیار باشه و حرف‌هاش هم کلام باشه که و ابتدایی میخونه. According to Adalat Kambarova, a primary school teacher who has worked at school number 32 for more than 16 years, after the school language transitioned from Uzbek to Tajik, students struggle to learn the Tajik language due to a lack of books. از طرف تشکیلات یوساید کتاب‌های آوردم و کتاب‌های حکایه‌ها، شعرها، افسانه‌ها، ضرب المثل‌ها آوردم و خوانندگان اول صورت‌هاش نشان داده شوق و ذوق خوانندگان با خودشان کتاب‌ها را دیده خرسند شده و این کتاب‌ها خیلی خوشرو با صفت اونها اول صورت‌هاش دیده بعد این کتاب را تکرار خونده یک جایه اونها با مؤسسه اومده با وقتی حالی فقط با کتابخوانی مشغول شدم. من این کتاب‌ها را میخوانم و من کمک میرسونم. در آنها افسانه‌ها، حکایه‌ها دارند، شعرها دارند. ما از آنها میخوانیم، از یاد میکنیم. برای همین به ما معقول شدند. امروز باشد با شرافت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و لایحه همراه بخوانیم کتاب‌های بدیعی برای صنف‌های ابتدایی دسترس شدند. By the end of the project, USAID will have donated over 1.2 million children's books to over 3,000 schools across Tajikistan. برای هر کس از همه عزیز و زیباست.